درخت سقزه که عمرش بالای 1500 ساله و بیشتر هم حتی. و جایی که ما زدیم و ویدیوشو برات فرستادم دقیقا از این بزرگتر بود درخته، درسته؟ و از این بزرگتر هلوش 2000 سال قدمتش بوده. یعنی این درخت خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، خیلی هم تنومنده. و چشمه آب هم که اونجاست دقیقا که خشک شده. و این هم از این چشمه و چشمه دیگه که اونجاست. اینجا مسکونی بوده قبلا و باستانیه. و یه چیز دیگه هم که هست، یه قبر اون بالاست، اونجا پیش اون درخت اونجاست. و اینم اون تپه است. اگه نگاه کنی اینطوری ببینید. الان چشمه، اینم درخت و اینم تپه‌ای که گفته بودم و قبلا هم کنده شده، اما متاسفانه درست نکندن استاد. الان دیواره رو